لیلا، لیلا، تو با چه روی بلند میشی میای اینجا؟ برای اینکه دوستت دارم. اما من ازت متنفرم. ازم دور باش. حتی تو این کوچه پاتو نذار. نمیخوام ببینمت، نه صداتو بشنوم. از زندگیم گم شو، برو بیرون، برو. لیلا، یه شانس دیگه بهم بده. فکر نمی کنی با این کارایی که داری انجام میدی عذابمو بیشتر میکنی؟ تو منو داغون کردی عمر. حالا میخوای اون دختره و خانواده‌شو داغون کنی؟ مگه بهت نگفتم دورو بر خانم دکتر نپلک وگرنه میکشمت. لیلا، بیا بریم. بهش دست نزن عوضی. بریم دیگه. این حسن خطر که میگن کیه؟ اونجا نشسته. تا فردا بهت وقت میدم. خودت خوب میدونی باید کجا بری. فعلا جونتو بهت میبخشم عمر. اما من جونتو بهت نمیبخشم. برو گم شو، دنبال درد سر نگرد. بس عوضی. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ نکن تو رو خدا. چی کار میکنی؟ نکن، بهت میگم نکن. چی کار داری میکنی؟ وایسا. عمر نکن تو رو خدا. چی کار میکنی؟ بسته تو رو خدا، بسته. برو از اینجا. برو. بسته تو رو خدا بسته. چی کار میکنی؟ کارم با تو تموم نشده. معلومه که نشده. دیگه این دور برا نبینمت. این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری یا نیست. دارین چی کار میکنین؟ چی کار کنم؟ کاری که لازم بود کردم. کمش بود بره به جون تو دعا کنه. نکن، دست نزن. بریم تو پانسمانش کنم. بیا.
دختر تو آماده کن گلبهار، مشتری داره. حسن بذار من برم. آخه تو رو میخواد چیکار کنه؟ اون دختر تو میخواد، سفارشش مخصوص. تو رو خدا حسن، هر کاری بخوای میکنم، التماست میکنم دخترم آلوده نکن تو رو خدا. بس هر کاری اولش یه مقدار سخته ولی کم کم عادت میکنه. مفهومه؟ گوش کنید، اگه بخواین دیوونه بازی در بیارین انقدر کله هاتونو به هم میزنم تا خورد خاک شیر بشه. افتاد؟ مشتری بالا منتظره، پس برو به کارت برس، راضیش کن. اگه دیوونه بازی در بیاری اون وقت، اون بچه رو ولش کن، ولش کن، وقت بی مادر میشی. ولش کن. فهمیدی چی میگم؟ میدم. آفرین، خوبه که میفهمی. جیلان ببرش میشه. خدا لعنتت کنه حسن، ایشالله عاقبت به خیر نشی. بفهمند. حالا مثلا شما که عاقبت به خیر شدین چی کار کردین؟ به کارت برس. جلیل، جلیل، خانم آقا منتظرمه. چیه؟ بیا بهت بگم چی شده. چی شده؟ خلیل اومد، قیامت به پا کرد. گفت حالا که عقد نمی کنین آشتی هم در کار نیست، خواهرمو میبرم. دختره رو برداشت با خودش برد، ما هممون خشکمون زد. بدبخت شدیم، آروم و قرار نداریم. این دختر دکتره چیه؟ اول با عمر خان بوده، الانم با خلیل. تو میدونستی؟ مگه میشه ندونم؟ همینه، کلن دیگه برملا شد. تمومی نداره جلیل، نداره. نه درد سراشون نه ماجراهاشون. حالا که میخوایم برگردیم هر روز یه اتفاق تازه‌ای داره میفته. خودشونم که نیستن، همش جلیل بیچاره بره این ور بره اون ور. دوباره شروع نکنم. اینه میخوای خودتو بکشتن بدی واسه بقیه؟ آره؟ خودتو تو آتیش ننداز، بس کن دیگه. ببین، نه عمر خان هست نه قدیر. نپرس، قدیر خان رفته آدنا، اونم تو این وضعیت. فکر کنم خاطرخواه دختر اون زن کاباره‌ایه، دنبال اون رفته. نگو جلیل، نگو. وای بدبخت شدیم. اینا کارشون به تیر و تیراندازی میکشه ها. تو رو خدا بیا بریم جلیل. بس امینه، ساکت شو، درست صحبت کن، من میرم بالا. بایدم ساکت شم، ساکت نشم چی کار کنم؟ اگه بخوام حرف بزنم که زمین و زمان به هم میریزه. آقا خلیل، اومدن عمر رو فراموش کنین. چرت و پرت میگفت، خودش هم نمیدونست چی میگه. نمیخوام این مسئله بزرگ شه، فکرم نمیکنم بیاد. شما هم یکم عصبانیتتو کم کن. ممکنه لازم بشه بخیهش کنیم، بریم بیمارستان. نه همینطوری خوبه. حالا که دستتا خورد دیگه خوب میشه. دیگه آخرشه. خانم دکتر، دستای شفا دهندت درد نکنه، اما اینو نمیخوام. باشه. خب آقا خلیل، برای چی اومده بودی؟ فکر کن وحش شده بود.
اومدم ببینم مشکلی نیست. راحتین؟ چیزی لازم نداری؟ شما گفتین منو تعقیب کنم. بله، به خاطر خودت. نمیشه آقا خلیل. معلوم آدم لجبازی هستی، اما من حرفم یکیه. من همیشه مواظبتم. دیگه وقتشه یه قهوه واسم بیاری. باشه. پس برم قهوه درست کنم. بیا جلیل بیا. شنیدی چه بلایی سرمون اومده؟ بله خانم آقا. همش به خاطر اون دختر است. خلیل قاطی کرده دنبال بهونه است با عمر درگیر بشه. باید این عقد سر بگیره. دختره چی کار میکنه؟ خانه بهداشت رو بستین؟ والا بستیمش خانم آقا، اما دختره نمیره. نشسته جلوی در میگه من کارمو میکنم. خلیلم براش چادر آورده. الله اکبر. چه چادری؟ دیوونه شده؟ نه، تا این دختره از ماردین نره هیچی درست نمیشه. قدیر کجاست؟ مگه با هم نیومدین؟ نه خانم آقا، قدیر خان کار داشتن. چه کاری؟ رفت آدانا. آدانا چی کار داشت؟ سراغ یه دختره رو گرفت. دختره هم دختر معشوقه خلیله. دنبال اونا رفت آدانا. خدایا خودت به پسرای من عقل بده. جلیل این دوتا با هم دیوونه شدن. باید عقد سر بگیره. برو. الو فیدان، منم قریشا. حالت چطوره؟ احوال پرسی هم میکنی قریشا؟ فیدان، تو فقط یه دختر داری، اونم میخوای همیشه تو خونه نگه داری؟ پسرت اومد اینجا دختر تو برداشت و از خونش برد. مگه تو هنوز نمیدونی که بعد از بزبیا هیچ طایفه حق نداره دیگه با دختر تو ازدواج کنه؟ بگذاریم. زنگ زدم بگم نگران نباش، عقدش میکنیم. قریشا میل خودته. لازم باشه دخترم ور دل خودم میمونه. پیه همه چیشم به تنم مالیدم. والا به خدا بعد از این هر چی بشه دودش به چشم خودتون میره قریشا. مادر قریشا بود مادر؟ مادر قریشا؟ نه که خیلی برات مادری کرده. تو با استغفرالله برو اونور اعصابمو خورد کردی. مادر چرا گفتی هر جور میلتونه؟ بگو باید بیاین عقدش کنین، وگرنه خلیل میاد اونجا رو سرتون خراب میکنه. یعنی چی؟ من پادر هوا بمونم؟ اصلا به فکر من نیستی. دخترم دجله، اگه فرصت دست من باشه اون خونه که هیچی، ماردین رو سرشون خراب میکنم. اون فرصت منم مادرها؟
امینه دستت کن شده هان؟ به جای اینکه فکت کار کنه دستتو کار بنداز. اینا برای چی کج و معوجه؟ تو دیگه چش و چالم نداری یا نه؟ اگه بگم نمیبینی هم که نه. ماشاءالله همه چی میبینی. مثل همیشه درست کردم. به 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 به. ببین اینو زبونت هم درست شده. ببینم اینه خیلی داری حرف میزنی یا بعد زبونت هم ببرم هان. اما برو به جون پسرم دعا کن. پسری که تو شکممه به خاطر اونه. قیافتو جمع و جور کن وگرنه میدونم چطوری جمعش کنم. فهمیدی یا نه؟ الان قدیر میاد هیچی آمده نیست. به همین خیال باش. چی گفتی امینه؟ گفتم قدیر خان کار داره. چی کار داره امینه هان؟ چی میخوای بگی؟ حرف بزن یالا. میگم کار داشته رفته آدانا. تو آدانا چی کار داشته؟ من چه میدونم زیلان، فقط همینو میدونم. میخوای منو قاتل کنی امینه؟ حرف بزن وگرنه زبون تو میبرم. بسته دیگه، هرچی هیچی نمیگم. دنبال دختره است، رفته برات هوو بیاره. فهمیدی چی میگم؟ زیلان ای خدا کمکم کن. کمک کنین، زیلان قش کرده. بیاین من بیشتر از چشمم مراقب تو بودم. لعنت به تو، برات متاسفم. من ساکت شو. میخوای یه دروغ دیگه تحویلم بدی؟ خلیل اجیرت کرده آره؟ گفته به قدیر نزدیک شو. تو هم میخواستی غرق من بشی آره؟ چقدر بهت پول داد؟ چقدر فروختی خودتو؟ نه مردشور چشای منو ببرن که کور تو بودم. بدو اومدم. گفتم دروغ نمیگه، اومدم. نگفتم این دختر آدم خلیله. پا شدم اومدم. بیا اینم پول میخوای آره؟ پول میخوای؟ بیا اینم پول. پول میخوای؟ اینم پول. اندازه پول رئیسته ولی برای من مهم نیست. تو رو خدا گوش کن. چی رو گوش کنم؟ به چشام اعتماد کنم یا به تو جیلان؟ اومده بودم اینجا ببرمت، اما جیلانی که من دنبالش بودم وجود نداره. هیچ وقت وجود نداشته. مواظب باش جلیل، مواظب باش، یواش. مراقب بچم باشین. بلای سر نوام نباید بیاد. مراقبش باشین، مواظبش باش.
دست در نکنه. نوش جان. باشه لیلا خانم، تعقیب مغیب دیگه نداریم. قبول، هرچی تو بگی. اما یکی از آدمای من هر روز صبح ببرتت روستا، شبم بیارتت. یعنی میتونه تو روستا منتظرت باشه. فعلا که داری تو کوچه کار میکنی، یه نفر کنارت باشه. شاید چیزی لازم داشتی. اسم این تعقیب نیست آقا خلیل. میگم دلتو به دست میارم، اونم که نمیذاری. من با تو چی کار کنم؟ اگه میگم لازمه، حتما یه چیزی میدونم. به حرفم گوش کن. من نمیخوام بادیگارد داشته باشم. میدونم داری سعی میکنی یه کاری برام بکنی، اما من از این چیزا خوشم نمیاد. خانم دکتر، به اینجا عادت میکنی، اما حتما میگی بذار یه بلایی سرم بیاد تا خودم بفهمم. خیلی خوب، منم دلم نمیاد. نه دلم رضا میده اون کارو بکنم، نه این کارو. من چیزیم نمیشه، شما نگران نباشین. باشه، هرچی تو بگی. من دیگه میرم. اما مشکلی چیزی داشتی به من زنگ میزنی، قول بده. قول آقا خلیل، قول. خونه بهداشتم نرو. داری تو خیابون کار میکنی. تو خیابون نیستم که، چادر دارم. فکر نکنین یادم رفته. ممنونم. اختیار دارین. شب بخیر. شب شما هم بخیر. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay. Evvel bağban idim dostun bağında, evvel bağban idim dostun bağında. Talan vurdu ayvanardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım ya. Kumru gibi gökyüzünde dönende, kumru gibi gökyüzünde dönende, baykuş gibi bir an yurda konanda, konanda, konanda var. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım vay. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.
آچم شده من تو بیمارستان چی کار میکنم؟ آروم باشین. قش کرده بودین اما خدا رو شکر الان بهترین. مریض به هوش اومده. به همراهاش خبر بده. نه خانم دکتر چیزیم نیست. خودم میرم. باشه خودم میرم. باشه آروم باشین. آروم. زیلان خوبی دخترم؟ خیلی ترسوندیمون به خدا. خانم دکتر نوام چطوره؟ حالش خوبه؟ خانم حامله هستن؟ پس حتما باید سونوگرافی بشن. مادر نیست شبی واسه خودمون کار درست نکنیم. بعدم میایم. اگه چیزی بود خودم حس میکردم. مگه میشه دخترم؟ افتادی قش کردی. نگرانیم. بله البته حتما باید تست بدیم. بابا مادر قرار بود بعداً با قدیر بیایم. بهش قول داده بودم برای اولین بار با هم دیگه ببینیمش. باشه دخترم با اونم میای. من که تا صبح از نگرانی خوابم نمیبره. جیلانم خوبی عزیزم؟ خوبم ماما نگران نباش. چیزی نشد. آخیش خدا رو شکر. خدا رو شکر. پاشو بلند شو. نجات پیدا میکنیم. تو رو خدا گریه نکن. یه نفر از ماردین اینجا دیدم. خیلی جوون مرده. میشناسمش. نتونستم باش حرف بزنم اما یه یادداشت گذاشتم تو جیبش. ببینه میاد نجاتمون میده. به همین خیال باشیم. نمیاد. تو از کجا میشناسیش؟ اون اومده بود پیشت؟ چرا نگفتی منو دزدیدن به زور آوردنم اینجا هان؟ حتی گوش نکرد مامان. فکر کرد من عزیزم. خوش اومدین خان. بفرما داداش چی بیارم؟ داداش یه چایی واسم بیار. چشم داداش. بفرما داداش چاییت. وایسا. باقیش واسه خودت. خدایا خواهش میکنم حامله باشم. تو رو خدا. نوام چطوره دکتر؟ حالش خوبه؟ فکر میکنم یه مشکلی هست. بگو که حالش خوبه. اون زنده است؟ آره. شما قبلا آزمایش خون داده بودین؟ متاسفانه خبر بدی براتون دارم. نکنه میخوای بگی نوامو از دست دادم؟ این خانم عزیز اصلا حامله نیستن. خودتون رو با این دستمال تمیز کنید. با اجازهتون.
بفرمایید آقایان، میز میخواین؟ میخواستیم با رئیس حرف بزنیم. یه طلب و بدهی هست که برای اون اومدیم اینجا. تا بیا اینا منتظر باشن. حسن خاطرتایی، تو کی هستی؟ ما از ماردین اومدیم. خلیل خان ما رو فرستاده تا اون امانتی که پیش تو رو ورداریم و با خودت ببریمش اونجا ماردین پیشش. حالا هم حرف نزن و پاشه با ما بیا. من امانتی ندارم عوضی. خان شما پیش من هیچ امانتی نداره. هر چی که این دور و برت میبینی مال خود منه. هر کی بخواد به مالم دست درازی کنه دستشو قطع میکنم. تو قاموس ما اول با زبون خوش میگن، اگه نفهمید به زبونی که میفهمه باش حرف میزنن. اومدن ما رو نجات بدن، اومدن دنبال ما. بدو یالا، بیا اینا رو بگیر بپوش، زود باش، بگیر اینا رو، بگیر. هر اتفاقی افتاد میری پیش خالت تو استانبول. فهمیدی چی بهت گفتم؟ فقط پیش خالت. بگیر، بدو. من و دخترمو دزدیدن، کمکم کنی گلبهار. مامان به فکر من باش. تو داری به داداشم که 20 سال پیش مرده فکر میکنی؟ این عقد باید سر بگیره مادر. میرین حرف میزنی. دختر بس اینقدر داد نزن، ساکت. چه خبر نصف شبی دوباره داد و فریاد را انداختین؟ چیزی نیست پسرم، همینطوری داریم حرف میزنیم. وای تو چت شده؟ چرا اینطوری شدی؟ چیزی نیست مادر جون، چیزی نیست. یه مرتیکه رو سر عقل آوردیم، همین. دست خانم دکتر درد نکنه. شفام داد تا صبح خوب میشم.
پس جلوی در خونه خانم دکتر بودی؟ خلیل، به خدا شیرم و حلالت نمی کنم. پسرم میافتی سر زبون مردم. ملت میگن خانه بزرگ خلیل خان بازیچه دسته یه دختر استانبولی شده. هر کی بگه خودم زبونشو میبرم. قریشا زنگ زد گفت عقد میکنیم. گفتم هر جور مایلین. دودش تو چشم شماها میره. خلاصه هر چی که بود بهش گوش زد کردم. خوب گفتی مادر، خوب گفتی. بهشون مهلت دادم، یا تا فردا میان عقد میکنن یا صلح و آشتی تمام. آها. داداش یکم صبر کنین. چرا به فکر من نیستین؟ ببین تو رو خدا بلایی سر عمر نیار. دجله حرف نزن، من به فکر تو هم هستم. واسه همینم تو رو از اونجا آوردم اینجا. اگه اون مرتی که آدم باشه فردا میاد عقدت میکنه، اگرم آدم نباشه که لیاقت تو رو نداره. اون وقت ما هم سرشو میذاریم کف دستش، یا رومی یا زنگی زنگی. گوش کن، اون دختره تنها سلاح ماست. تا اونو نبرن از اینجا نمیرم. پس را بیا. کجا؟ خودتو خسته نکن. از دست من فرار نمیتونی بکنی. هم تو باید بدونی همونایی که اون پایینن. ولمون کن حسن، ولمون کن. میگم خلیل خان بکشتت. خفه شو. بعد نشون میدم کی کیو میکشه. تو اینو بگیر بندازش توی انبار. من با دختر این خانم کار دارم. ولم کن. بیا جیلان. بیا اینجا. مامان جیلان. مامان سر جار. بایستا بلش کن. برو برو. بلشو. چقدر تو با ارزش بودی دختر. مادر و دختر پدر منو در آوردی. را بیا. برو. صدات در نمیاد. ول کن دختره رو. گفتم ولش کن. اگه شلیک کنی منم میزنمش. عوضی میکشمت بی شرف. ولش کن بذارم بری. چرا باید باور کنم؟ صبرم داره تموم میشه. ولش کن. ولش کن. برو عقب. اینو بگیر جیلان. میذارم بری ولی قبلش دک و پوزتو به خاک میمالم بی شرف. بس دیگه. بیا بریم دیگه. بس دیگه قدیر. ولم کن. منو نگاه کن. این قیافه رو یادت بمونه. اسمم قدیر بزبیلره. این اسم یادت باشه. بی ناموسم اگه یه بار دیگه جلوم سبز شی و نکشمت. شنیدی چی گفتم؟ بی شرف. قدیر. بیا. مامانم. مادرتم پیدا میکنم. تو سوار شو. نمیتونم اینجا تنهات بذارم.